به دنبال مشروط شدن کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان در نشست توکیو، این بار رئیس جمهور کرزی فرمان را برای به میان آمدن اصلاحات جدی در نهادهای دولتی صادر کرده است. اما جبهه ملی افغانستان به این باور است که این فرمان در از میان برداشتن فساد اداری و به میان آمدن اصلاحات اثرگذار نخواهد بود. او کار کرزی باید 10 سال پیش میکرد ولی نو میکنه. من البته زیاد باور ندارم که کدام در اصلاحات کدام تأثیر بکنه این نامه. در همین حال ائتلاف ملی افغانستان از این فرمان رئیس جمهور کرزی انتقاد می کند و می گوید که رئیس جمهور می خواهد با این فرمان مردم افغانستان و جامعه جهانی را فریب دهد. این فرمان خودش زمینه را برای گسترش فساد و دیکتاتوری یک شخص فراهم میکنه. به شکل مثال تمام رئیسای ثانویه‌ای را من بعد باید توسط رئیس جمهور تعیین شود، در حالی که قبلا این نبوده. یعنی این فرمان زمینه آن را مساعد میسازه که دیکتاتوری بیشتر یک فرد بالای ملت مظلوم و بیچاره افغانستان تحمیل شود. همزمان با این حزب حق و عدالت میگوید که این فرمان مایوس کننده است، زیرا با این فرمان بحران عمیق‌تر خواهد شد. انتظار ما بود که در راستای تطبیق برنامه‌ها، در راستای تطبیق این نیازها که اونها بحث‌های عمده و استراتژیک بود، دولت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان برای ملت افغانستان و برای دنیا باید تعهدات جدی میسپاریدن و برای اون تعهدات خود ملزم میساختن که متاسفانه این نبود و جدا مایه مایوسیت و مایه ناامیدی ما هست. این فرمان پس از آن از سوی رئیس جمهور کرزی صادر شد که وی در سخنرانی‌اش در شورای ملی در برابر قوه سیگانت تعهد سپرد که پس از این مصلحت‌گرایی نخواهد کرد، مبارزه با فساد اداری و آوردن اصلاحات را در نهادهای دولتی در 2 سال باقی مانده حکومتش در اولویت کارهایش قرار خواهد داد. اینکه این تعهدات رئیس جمهور کرزی چگونه عملی خواهند شد با گذشت زمان روشن خواهند شد. ناصر عزیزی، طلو نیوز،